مثبت باشید کار بهتر است، مفید باشید درستی بیشتر است، درک درست خوبی مفید است، رسیدن و افتخار استعداد به دانایی مفید است، آخر زمان سطح دانایی است، انجام کار خاص مفید است، انتقال حس از مثبت به زیبایی است، کار با نکته بهتر زیبایی است، مفید درست هم هست، مثبت باشید دریافت آن زیبا است، با کار فکر نیک بازدهی مفید زیبا است، مطالب موفقیت فکر و رفتار مفید است، با افراد و فکر مناسب قوانین درست بدی کم شدن است، زندگی بهتر ایجاد است وقتی مسیر مثبت بیشتر است، کوشش درست کار فکر از نکته است که آخرش اوج بهترین انجام ایجاد است، در چه موارد افتخار است، چه کار میخواهند درست است، بزرگان درست فکرشان چه نکته ای است، آنها زیبایی ارزش را میبینند، به کار گرفتن نکته است، همکاری فکر و بهبود نقاط مثبت و منفی افراد است، قوی بهتر شدن افزایش نقاط مثبت است، از بارش طوفان فکری مناسب افتخار است، تجزیه تحلیل کار با نکته درست است، بزرگی فکر انجام است، مهارت از افتخار نکته یادداشت خوبی است، نشانه از نکته کار ایجاد است، تقویت افتخار زیبایی است، ارتعاش انجام درست کار ایجاد است، یاد گرفتن از کار موفق است، راه روش پیدا می شود یا تقویت بیشتر شدن خوبی افتخار ایجاد می شود، مثبت باشید فکر بهتر است، خوب باشید درستی بیشتر شده است، بدی به خوبی از درک است، استعداد به دانایی رسیدن هم به افتخار است، آخر زمان سطح دانایی است، کار خاص با افتخار است، حس مثبت بیشتر است، کار برای بهتر شدن است، طوری باشی مثبت دریافت شود، کار با درستی شده است، با کار نیک دریافت روح و افتخار شده است، با فکر و رفتار مطلوب موفقیت شده است، با افراد فکر و دانش قوانین کم شدن مشکلات است، زندگی بهتر هم ایجاد است وقتی سمت بیشتر شدن مثبت است، خوشی درست کار نکته شده است، آخر اوج بهترین زیبایی است، در چه موارد افتخار شده است، چه کار به خاطر درستی است، بزرگان درست فکرشان چه نکته ای است، آنها زیبایی افتخار را میبینند، کارایی شده است، همکاری فکر بهبود نقاط مثبت و منفی افراد شده است، قوی بهتر شدن نقاط مثبت است، از بارش طوفان فکری قوی افتخار است، تجزیه تحلیل کار با نکته درست است، بزرگ و فکر شود انجام مناسب است، مهارت افتخار نکته از یاد گرفتن است، نشانه نکته کار ایجاد شده است، تقویت افتخار و زیبایی انجام شده است، ارتعاش انجام درست کار ایجاد است، یاد گرفتن از کار موفق است، راه روش پیدا است، با تقویت بیشتر شدن درستی زیبایی افتخار است، بی‌نیازی شروع شده است، تغییرات زندگی شروع شده است، شادی بیشتر شده است، درک درست شده است، حس زیبایی ایجاد شده است، انرژی افتخار بیشتر شده است، مسائل جهان بر چه پایه‌ای است، سیاهی و سفیدی افتخار و بدی معلوم است، شاهکار کار فوق‌العاده است، کار خاص است، مربی استاد است، تمرین افتخار دانستن است، قوی شدن رفع موانع است، نکته کار مطالب دیدگاه پشتکار است، زیبایی افتخار اندیشه خوبی بیشتر شدن است، انرژی درست فرستادن گرفتن است، هیجان و تکنیک بیشتر شده است، فکر درست افتخار مثبت شده است، یاد گرفتن برای بهتر شدن است، رفتن به سوی افتخار زیبایی است، کار بر اساس افتخار مثبت. وقتی انسان‌ها مسیر درست را انتخاب کنند، جهان نیز به سمت درستی و پیشرفت حرکت خواهد کرد. درک عمیق محیط را بهتر می‌سازد و خوبی را در جامعه افزایش می‌دهد. درستی پیشرفته انسان را از بدی دور می‌کند و او را به سوی درخشیدن هدایت می‌نماید. دانایی بر پایه آگاهی و درستی رشد می‌کند و حقیقت پیشرفت زمانی دیده می‌شود که در عمل جاری باشد. این انسان‌ها در حال مثبت را بخواهند، جهانی خواستن تر و انسانی‌تر ساخته خواهد شد. راه وقتی بر اساس درستی شکل بگیرد به افزایش خوبی‌ها منتهی می‌شود. مردم جهان می‌خواهند بهتر شوند و این بهتر شدن با همکاری برای ساختن ارزش‌ها ممکن می‌شود. وقتی فضای جهان سرشار از انرژی مفید باشد، حال انسان‌ها نیز بهتر خواهد شد. اوج رشد در تغییر مثبت و گسترش خوبی‌هاست. درستی پیشرفته وقتی در زندگی جریان پیدا کند، جذاب و اثرگذار می‌شود.
صلح نتیجه گسترش آگاهی و انسانیت و جهانی که بر پایه درستی ساخته شود آرامش بیشتری خواهد داشت. تعلیم انسان‌ها و کارهای بزرگ سطح دانایی جامعه را افزایش می‌دهد. شاهکارها راز و نکته‌ها در دل خود دارند و هیجان اندیشه اخلاق حسی منحصر به فرد می‌آفریند. اندیشه مثبت انرژی مناسب تولید می‌کند و جامعه‌ای که در آن خوبی بیشتر باشد زیباتر و انسانی‌تر خواهد بود. هرچه درستی پیشرفته بیشتر شود راه‌های تازه‌تری برای رشد پیدا می‌شود. جامعه‌ای که بدی در آن کمتر باشد لحظه‌های روشن‌تری خواهد داشت. اشتراک و آگاهی و اندیشه زندگی مردم را بهتر می‌کند و حس انسانیت را گسترش می‌دهد. ترکیب فکر، مهارت و آگاهی درک واقعی پیشرفت را ممکن می‌سازد. زیبایی حقیقی در همراهی خوبی و درستی دیده می‌شود. استعداد وقتی شکوفا شد به شگفتی تبدیل می‌گردد. مردم جهان با همدلی و درستی می‌توانند صلح و آرامش را گسترش دهند. ارزش واقعی در خوبی و انسانیت دیده می‌شود و جامعه‌ای که بر پایه درستی ساخته شود دوست داشتنی‌تر خواهد بود. این جامعه الگویی برای جهان است، زیرا زندگی در آن بر پایه احترام به آگاهی و انسانیت جریان دارد. رفتار دوستانه، اندیشه روشن و همکاری انسان‌ها پایه چنین جامعه‌ای هستند. استعدادها باید شناخته شوند، زیرا شکوفایی توانایی جامعه را به سوی پیشرفت هدایت می‌کند. هر انسان تماما می‌تواند نقطه‌ای از نور و امید باشد. فکر درست عمل را زیباتر می‌کند و انرژی مثبت به انسان قدرت ادامه دادن می‌دهد. الگو گرفتن از انسان‌های موفق را روشن‌تر می‌کند. کم شدن بدی‌ها نتیجه افزایش آگاهی و درستی است. درک پیشرفته دید انسان را نسبت به مسائل عمیق‌تر می‌سازد و باعث خلق کارهای افتخارآفرین می‌شود. جهان بهتر از ذهن‌های روشن آغاز می‌شود. انسان باید یاد بگیرد که چگونه از زمان صرف اندیشه خود برای ساختن آینده زیباتر استفاده کند. قدرت اصلی در درون انسان قرار دارد، در اراده، اندیشه، ایمان و خواستن. هر فکر بزرگ می‌تواند تغییر بزرگی ایجاد کند. اگر انسان‌ها به جای گسترش ترس و خوبی و آگاهی را تقویت کنند، جامعه‌ای ساخته خواهد شد که در آن انسانیت، دانش و زیبایی در کنار هم رشد می‌کنند. جهان وقتی زیباتر می‌شود که انسان‌ها برای بهتر شدن خود و دیگران تلاش کنند و در نهایت درستی پیشرفته یعنی ترکیب دانایی انسانی، خلاقیت، انرژی مثبت، تلاش برای ساختن جهانی بهتر. در دنیای امروز ذهن فعال به یک نیروی جهانی تبدیل شده است. راه درست استفاده از زمان و آموزش مسیر پیشرفت را هموار می‌کند. کارهای خاص با فوق‌العاده زمانی شکل می‌گیرند که بدی کمتر و درستی پیشرفته بیشتر می‌شود. اگر از کارهای خوب و اندیشه‌های ارزشمند حمایت نشود، رسیدن به نتیجه دیرتر خواهد بود. برای بهتر شدن زندگی باید نقاط قوت و ضعف افراد و کارها را شناخت. مطالب کاربردی زمانی ارزشمند که در زندگی به کار گرفته شوند و به بهبود شرایط کمک کنند. انسان و جهانی که بر پایه درستی پیشرفته و نقاط مثبت حرکت کنند شگفتی می‌آفرینند. فرهنگی زمانی بزرگ و اثرگذار می‌شود که زندگی را زیباتر سازد. ساختن جامعه درست نوعی رقابت برای افزایش خوبی هاست. اوج کار و پیشرفت جایی است که اندیشه و عمل به درستی پیشرفت برسد. در عرصه جهانی کار در جایی موفق است که درستی و کیفیت کار قوی باشد. درک عمیق تخصص و فکر سطح بالا ذهن را به مرحله نزدیک به ابراندیشه می‌رساند. پیشرفت واقعی زمانی رخ می‌دهد که انسان از افراد با تجربه بیاموزد و افتخارات را به بدی برای رشد تبدیل کند. شهرت نیز زمانی ارزش دارد که بر پایه خوبی، صبر، کار درست و استفاده تجربه افراد موفق باشد. وقتی فکر و کار به سطح پیشرفته برسد، انرژی، علاقه و حس خوب ایجاد می‌کند و افراد بیشتری را جذب می‌کند. اندیشه سطح بالا خلاقیت را رشد می‌دهد و شگفتی می‌آفریند. هدف زندگی باید بر پایه رفتار درست، آگاهی و معنا باشد. اگر مغز درست پرورش یابد، قدرت اندیشه انسان افزایش پیدا می‌کند و به درجات بالاتر درستی پیشرفته می‌رسد. انسان به عنوان اشرف مخلوقات باید از قدرت خود در مسیر خوبی استفاده کند. بنابراین لازم است سطح فکر و کار خود را بالا ببریم و آن را به شکل کاربردی و مؤثر به کار بگیریم. گاهی کارهای ساده در ظاهر درون خود پیچیده بزرگ و ارزشمندی دارند. کارآمدی زمانی شکل می‌گیرد که فکر و عمل با جامعه هماهنگ
باشد و بدی در آن کمتر شود. وقتی مشکلات کاهش یابد راه‌ها آشکارتر می‌شوند و شرایط بهتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. رفع نیازهای جامعه، رشد فرهنگ و افزایش گستردگی کار را به همراه دارد. انسان‌ها خدا را قبول دارند اما همیشه کارها و رفتارشان در مسیر خوبی نیست. قهرمان واقعی کسی است که بدی را با درستی پیشرفته جایگزین کند. کارهای بزرگ وقتی با هماهنگی و ریتم درست انجام شوند احساس زیبایی و جریان مثبت در جامعه ایجاد می‌کنند. شاهکار واقعی کاری است که بی‌دلیل تقدیم نشود و ارزش آن شناخته شود. مطالعه و بررسی کاری که با آن علاقه دارید همراه با هوش شخصیت، خلاقیت و فکر درست مسیر موفقیت را زیباتر می‌کنند. حرکت سوی کارهای خاص و درست با کمک اندیشه صحیح ممکن می‌شود. وقتی درستی پیشرفته افزایش پیدا کنند کارها زیباتر و تاثیرگذارتر خواهند شد. در رقابت‌های بین‌المللی انجام کار خوب راه پیشرفت را هموار می‌کند. کاهش بدی و افزایش ارزش انسان‌ها را به موفقیت و خوشبختی نزدیک می‌سازد. فرق تنها کمبود پول نیست، گاهی فرق در فهم زندگی، کار و اندیشه پیشرفته است. انسان باید با شجاعت با نادرستی روبرو شود تا بدی کمتر و درستی پیشرفته بیشتر گردد. کارهای ارزشمند زمانی دیده می‌شوند که یادگیری از مسیرهای درست ادامه داشته باشند. اندیشه‌های جهانی در کار دارای رمزها و نکته‌های خاص هستند. اگر در مسیر خوبی قرار بگیریم می‌توانیم فراگیر و اثرگذار شویم. داشتن حس خوب و ذهن مثبت موفقیت را جذب می‌کند. جایگزین کردن عادت‌های بد با عادت‌های خوب انسان را به سوی رشد هدایت می‌کند. استعدادهای جمعی انرژی افراد، ابزار مناسب، مهارت و تخصص همگی باید در جای درست خود قرار بگیرند تا بهترین نتیجه به دست آید. کیفیت کار، رقابت سالم، یادگیری فنون و آرامش فکر زمینه کار خوب و پیشرفت واقعی را فراهم می‌کند. ارتعاش خوب و انرژی مثبت جامعه را از تاریکی به سوی روشنایی هدایت می‌کند. درستی پیشرفته یعنی خواستن حرکت از معمولی با دیدگاهی ذهنی. یک نوجوان ناآرام با پرسش‌ها و مشکلاتش تصویری از جستجوی درست میان درست و نادرست ارائه می‌دهد. احساسات انسانی مانند اشک برای مظلومیت و بیگناهی نشان‌دهنده قدرت تاثیرگذاری انسانیت است. کارهای بزرگ و ارزشمند شادابی و انگیزه و حس بزرگی در جامعه ایجاد می‌کنند. برای پیشرفت باید سوال پرسید، پاسخ یا با محتوا را به عمل تبدیل کرد. جامعه زمانی تغییر می‌کند که ترکیب آن از منفی و مثبت باشد. شناخت مغز، کنترل اندیشه و تمرین آموخته‌ها انسان را به تسلط بیشتر و درستی پیشرفته می‌رساند. مطالعه، شناخت نقاط منور و ضعف و جذب افراد فهم‌فکر راه انجام کارهای خوب را هموار می‌کند. در کنار افراد خوب بودن، خوب سخن گفتن و خلاقانه حل مسئله کردن بخشی از مسائل رشد انسان است. افزایش توانایی و هوش تقویت نقاط مثبت و معنا بخشیدن به زندگی انسان را به نسخه بهتر خود تبدیل می‌کند. در سختی‌ها تسلیم نشدن، الگو گرفتن از اندیشه‌های بزرگ و داشتن مغزی متفکر انسان را قوی‌تر و کامل‌تر می‌سازد. در زندگی بسیاری از چیزها در فکر ساده‌اند اما در عمل نیاز به نظم، دقت و تلاش واقعی دارند. دانش بیان زیبا و شخصیت خاص انسان را شایسته کارهای بزرگ می‌کند. در نهایت فلسفه زندگی این است که انسان مسیر درست منحرف نشود، زیرا درستی پیشرفته همان راهی است که انسان را به رشد، زیبایی و جامعه‌ای بهتر می‌رساند. اندیشه زمانی ارزش پیدا می‌کند که بتوان از آن برداشت کرد، آن را تجزیه تحلیل نمود و به بازدهی در عمل رساند. کار فوق‌العاده تنها مهارت نیست بلکه ترکیبی از زندگی درست، اخلاق، احترام و عبادت آگاهانه است. تقویت خوبرویی‌ها و گسترش درستی پیشرفته باعث کم شدن بدی‌ها می‌شود. تغییر بدی به خوبی نیازمند شناخت شخصیت، بررسی رفتار و ساختن الگوهای محبوب و اثرگذار است. پیشرفت در کارهای بزرگ از تمرین‌های مداوم و شکوفا شدن توانایی پیشرفته به وجود حس خوب، انرژی مثبت و فرکانس هماهنگی